سلام، به دوکودنت خوش اومدی. اگه عاشق شیرینی و شکلاتی ولی دندونات هم برات مهمه، این ویدیو مخصوص توه. همیشه شنیدیم که شیرینی دندونا رو خراب میکنه، ولی چرا؟ هر بار که شیرینی یا غذاهای شیرین میخوریم محیط دهانمون اسیدی میشه. بزاق کمک میکنه که این حالت به تعادل برگرده، ولی حدود 1 ساعت طول میکشه. حالا فکر کن عادت داشته باشی مدام شیرینی بخوری، یه تیکه الان یه تیکه بعد، اینجوری دهان تقریبا دائم تو حالت اسیدی میمونه. این یعنی دندونات سریعتر خراب میشه. پس چیکار کنیم؟ به جای خوردن شیرینی در طول روز سعی کن اونو همراه وعده‌های غذایی اصلیت بخوری، چون برای سلامت دندونات تعداد دفعاتی که شیرینی میخوریم مهمتر از مقدارشه. قراره توی این کانال کلی آموزش برای افزایش سلامتت داشته باشیم. اگه این ویدیو برات مفید بود سابسکرایب کن تا از ویدیوهای جدید جا نمونی.